سلام دوستان، با آموزش 300 اصطلاح طلایی مکالمه در خدمتتون هستم که باعث میشه نه تنها مکالمه حرفه‌ای و طبیعی داشته باشید بلکه تو مهارت فیلم دیدنتون هم تاثیر بذاره. تو 10 درس براتون در نظر گرفتم. امروز درس 6 رو یاد میگیریم. تا اینجا بس هر درس میشه 30 تا اصطلاح. تا اینجا اگه با ما همراه بوده باشید 150 تا اصطلاح رو یاد گرفتیم. میریم برای یادگیری 30 تای بعدی که این عدد 150 به عدد 180 ارتقا بده. اصطلاح شماره 1 میخوام بگیم ایول دمت گرم که خیلی هم استفاده میشه. تو انگلیسی ببینیم اینو چجوری میگن. از اصطلاح ride on یعنی همون ایول یا دمت گرم. پس ride on یعنی ایول. بعدی شماره 2 میخوایم بگیم عجب جشنی. اون جشن زیاد مهم نیست. عجبه، عجب مثلا ماشینی، عجب جشنی، عجب حالا هر چی است. از quite استفاده میشه. quite party یعنی عجب جشنی. پس quite یکی از معنیایی که داره معنی زیاد داره. یکی از معنیایی که داره یعنی عجب. quite party یعنی عجب جشنی. حالا میخوایم بگیم عجب ماشینی چی میشه؟ quite car درسته؟ شماره 3 میخوام بگیم محشر بود، عالی بود. از it was heaven. وقتی یه چیزی عالیه ما از محشر استفاده میکنیم. اونا از بهشت. آن بود بهشت. it was heaven. پس it was heaven معادل محشر بود. همینجا یاد میگیریم it was heaven. شماره 4 مواظب خودت باش، از کنار برو. برای این میگیم mind how you go. مواظب باش که چطور میری. پس اونا هم دقیقا مثل ما میگن مواظب خودت باش، از کنار برو یعنی mind how you go. mind how you go. اصطلاح شماره 5 چه مزخرفاتی، چه چرت و پرتایی. اینا رو چی میگیم؟ my foot اگه بخوام معنیش کنیم میشه پای من، ولی مفهومی که داره یعنی چه مزخرفاتی. شماره 6 میخوام این باید برن دستشویی. جلسه سر کلاس هر جا هستیم وقتی همچین اتفاقی میفته باید بگیم nature calls. پس nature calls یعنی باید برم دستشویی. میگه طبیعت منو فرا میخونه، طبیعت منو صدا میکنه nature calls، ولی مفهومش چیه؟ باید برم دستشویی. nature calls. 7مین اصطلاحی که امروز یاد میگیریم میخوایم باید جوابشو میدادی. یه اتفاقی افتاده میخوایم باید جوابشو میدادی. چی باید بگیم؟ You should have fought him back. You should have fought him back. fought همون گذشته فایته. پس you should شکل سوم فایته. You should have fought him back یعنی باید جوابشو میدادی. You should have fought him back. اصطلاح شماره 8 بر حسب اتفاق منم اونجا بودم. بیشتر زوممون روی این بر حسب اتفاقا. میگه I just happened to be there. بر حسب اتفاق منم اونجا بودم. دقیقا مثل ما میگه اونا. حالا بر حسب اتفاق هر اتفاقی افتاده. این بر حسب اتفاق میشه I just happened. حالا برای اینکه یه جمله بشه اینو براتون آوردم. پس این تیکش رو باید دقیقا حفظ کنیم. I just happened. این احسن باید کرده. انگلیسی میشه You should be proud of that. You should be proud of that. Proud میشه غرور. درسته؟ پس میگه باید از اون مغرور باشی. ما اونا میگن باید از اون مغرور باشی، باید به خود ببالی. ما میگیم احسن یا باریکلا. You should be proud of that. شماره 10 خیلی اهمیت نداره. خیلی اهمیت نداره به انگلیسی میشه It matters little. اونا نمیگن خیلی اهمیت، میگن یکم اهمیت داره، یکم از چیز مثبتش نگاه میکنن. پس خیلی اهمیت نداره به انگلیسی میشه It matters little. It matters little. همینی که هستم، همینم که هستم. به انگلیسی میشه I'm as I am. یه نکته بگم، درسته 2 تا تلفظ داره از، یعنی همانطور که. درسته خیلی معنی داره، اینجا رو دارم میگم. یکی از تلفظهای از ازه. دیدین میگیم شنبه ولی تو روون خوندن میگیم شنبه. این دقیقاً از هم همینه. از می نویسیم ولی برای روون گفتن میگیم از. I'm as I am. بس I'm as I am یعنی همینی که هستم. من همینم. بعدی میخوام بگیم ببخشید که پشتم به شماست.
یه اصطلاح خیلی ساده ای داره. اینجا با هم یاد میگیریم. Please excuse my back. Please excuse my back. بس وقتی میخوایم بگیم ببخشید که پشتم به شماست میگیم Please excuse my back. 13مین اصطلاح بچه پررو. بچه پررو چی میشه به انگلیسی؟ What a chick. خیلی ساده است، حفظش میکنیم. What a chick میشه بچه پررو. زیراب زن. یه سری اشخاص هستن که زیراب زنن. انگلیسیش چی میشه؟ tell tale. داستانگوان، چرت و پرت میگن. و زیراب زن میشه tell tale. شماره 15 یه اتفاقی میفته، یه چیزی میشه میخوام قبول دارم. خیلی استفاده میشه این قبول دارم. از اون خیلی پر کاربرد است. میگیم I buy it. ظاهرا یعنی من میخرم اونو میخرم، ولی اصطلاحا یعنی قبول دارم. I buy it یعنی قبول دارم. از کوره در رفتن یه اتفاق بدی میفته، کوره در میریم. توی همچین بعضی انگلیسی‌ها میگن چسبیدن به سقف. یه جورایی ما هم میگیم دیگه اینو، درسته؟ مغزم سود کشید، چسبیدن به سقف، از کوره در رفتن. پس hit the roof. hit the roof یعنی از کوره در رفتن، خیلی عصبانی شدن. میخوایم بگیم بهترینا رو برای شما آرزو میکنم. توی همچین شرایطی میگیم I wish the best for you. خیلی ساده، این ما میگن اونا. آرزو میکنم بهترینا رو برای شما. I wish the best for you. شماره 18 به دلت بد نیار. بعد دلداری دادن استفاده میشه. Never say die یعنی هرگز از مرگ صحبت نکن. ولی منظورش چیه؟ یعنی به دلت بد نیار. Never say die. Never say die به دلت بد نیار. حفظش کنیم همینجا. بعدی شماره 19 میخوام بگیم نفخ کردم. نفخ کردم چی میشه؟ I feel bloated. خیلی جالب. دقیقا همون میشه نفخ کردن دیگه. I feel bloated. I feel bloated یعنی نفخ کردم. بعدی شماره 20 میخوام بگیم بازم پیش ما بیا. پس بازم پیش ما بیا میشه come back anytime. هر وقت تونستی پیش ما هم بیا. پس come back anytime یعنی بازم پیش ما بیا. come back anytime. بعدی شماره 21 پاچه خار، چاپلوس. چی میشه به انگلیسی؟ brown nose. brown nose یعنی چی؟ دماغ قهوه‌ای. اینقدر طرف پاچه خاری چاپلوسی کرده دماغش قهوه‌ای شده. brown nose. پس brown nose یعنی پاچه خار یا چاپلوس. میخوام بگیم یادم بنداز. یادم بنداز ممکن خیلیتون بلد باشین، زیاد سخت نیست. remind me. remind me ریمایندر داره تو گوشیاتون. یه چیزی هست که میخواین یادتون بیفته. درسته؟ Yes, remind me یعنی یادم بنداز. Remind me. بعدی شماره 23 یه چیزی میخوایم خرج داره. اونا چی میگن؟ It's not cheap. اونا میگن ارزون نیست. ما میگیم خرج داره. پس خرج داره معادل انگلیسیش میشه It's not cheap. It's not cheap. بعدی میخوام 24 طرف میگه بگو غلط کردم. بگو غلط کردم میشه چی؟ Say uncle. uncle یعنی عمو دایی. بگو عمو، بگو دایی. خیلی جالبه. اصطلاح say uncle دقیقاً میشه بگو غلط کردن. say uncle. شماره 25 میخوام بگیم میشه. خیلی پرکاربردین. میشه کلاس برم بیرون. میشه برم آب بخورم. میشه مرخصی بگیرم. هر چی که میشه داره میگیم is it okay if. بس is it okay if یعنی میشه. مثلا میشه آب بخورم. Is it okay if I drink water? میشه برم بیرون. Is it okay if I go out? بس is it okay if یعنی میشه. اینو حفظ کنید. این خیلی خیلی پرکاربرده. هم برای مکالمه هم برای فیلم. شماره 26 استش نیست. استش نیست میشه I'm not in the mood. میگه تو مود نیستم. داریم دیگه تو فارسی هم. پس استش نیست میشه I'm not in the mood. I'm not in the mood. بعدی شماره 27 عزیزم میشه darling. darling یعنی عزیزم. شماره 28 اگه پشت گوشتو دیدی. اون گوشت نیست، گوشته. اگه پشت گوشتو دیدی، مثلا حالا پولت هم دیدی، هرچی. اگه پشت گوشتو دیدی میگه pigs might fly. pigs might fly یعنی خوکا ممکنه پرواز کنن. خوک که پرواز نمیکنه. بس چون همچین اتفاقی هیچ وقت نمیفته، همون میشه اگه پشتتو دیدی، که ما هم پشت گوشمون رو نمیتونیم ببینیم.
پس pigs might fly یعنی اگه پشت گوشتو دیدی. شماره 29 میگه دهنتو ببند. دهنتو ببند یعنی چی؟ stop it. shut your mouth و اینا هم همش هست. یکی از اون پرکاربرداش stop it یعنی بسته، دهنتو ببند. شماره 30 آخرین اصطلاح امروز دخالت نکن. دخالت نکن یعنی stay out of it. اونا توی همچین شرایطی میگن بیرون از اون بایستا، بیرون از اون قضیه باش، یعنی stay out of it. پس وقتی میخوام به یکی بگیم تو کار من دخالت نکن میشه stay out of it. 30 تا اصطلاح با هم یاد گرفتیم. درس 6 بود. کلاً تا اینجا از اول میشه 180 تا اصطلاح. 30 تایی که امروز یاد گرفتین تکلیفتون اینجاست، هم انگلیسی فارسی هم فارسی به انگلیسیشو حفظ کنین. امیدوارم به کارتون بیاد و مشکل خاصی نباشه. اگه احساس کردین میبینید این اصطلاح به درد کسی میخوره، لطفاً حتما کانال ما رو بهش معرفی کنید. طبق همیشه لایک و سابسکرایب و زنگوله یادتون نره. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.